دیگه هیچ کس نماز نخواهد خوند. برای اینکه بفهمیم چند درصد مردم نماز میخونن کافیه نگاهی به مدرسه یا محل کارتون بندازین. وقتی ساعت نماز نزدیک میشه از تعداد کسایی که نماز میخونن کم میشه. این هم یه نشونه بارز دیگه است که روز قیامت نزدیکه. مسجدها تزیین میشن اما عبادت به اندازه کافی مهم تلقی نمیشه. تعداد معتقدین به خدا کم میشه و ستونهای ایمان سست میشه. اعتمادها از بین میره. رباخواری زیاد میشه. صداقت در امانت از بین میره. غیبت و فتنه و دروغ زیاد میشه. اگه دقت کنین میبینید که مردم حتی به صمیمیترین دوستشون هم اعتماد ندارن. گناهان کبیره مثل زنا و نوشیدن الکل گسترش پیدا میکنه. شراب به نامهای مختلفی عرضه میشه و بعضی از اونا به عنوان حلال و قانونی پذیرفته میشن. فحاشی و برهنگی زیاد میشه. بدنامی بیشتر میشه. مرد با مرد و زن با زن ارتباط برقرار میکنه. خساست و طمع رواج پیدا میکنه. ارتباط با خویشاوندان قطع میشه. در ایام عید به طور واضح این نشونه ها رو حس میکنیم. اینطور نیست؟ نظر شما چیه؟ مسن‌ترها هیچ رحم و شفقتی نسبت به جوانترها ندارن و جوانترها به سالمندا احترام نمیذارن. آمار طلاق و فرزندان نامشروع سر به فلک میکشه. جهاد و موعظه کنار گذاشته میشه. فقط به علوم غیر مذهبی پرداخته میشه. در موردش فکر کنین. از دوران کودکی تنها چند مفهوم از آموزه های مذهبی رو یاد گرفتیم. در طول تابستون میرفتیم مسجد و روحانی قرآن کریم رو یاد میگرفتیم. کل دانش دینی ما به همین محدود میشه. نظم طبیعت مختل میشه. سیل، زلزله، بلاهایی مثل آتش سوزی در کل جهان بیشتر میشه. معدنها از بین میرن. آمار قتل و جنایت بیشتر میشه. ساختمونهای بلند ساخته میشن. تقدیر و سرنوشت و زندگی پس از مرگ انکار میشه. متوجه شدید؟ تقریبا همه نشونه های روز قیامت اتفاق افتادن. اگه این نشونه ها اتفاق افتادن پس آخر الزمان نزدیکه. بشریت در آخرین مرحله از جهان داره زندگی میکنه. و حالا به نشونه های بزرگ روز قیامت بپردازیم. دابة الارض، دیو زمین. و هنگامی که وعده عذاب ما بر آنان حتمی و لازم شود، جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با آنان سخن می گوید. زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند. اطلاعات زیادی از دابة الارض در دست نیست، اما در قرآن کریم اشاره شده که از زمین بیرون میاد و مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا میکنه. دابة الارض موجودیه که درست قبل از روز قیامت پدیدار میشه و به عنوان یکی از بزرگترین نشانه های روز قیامت شناخته میشه. تفسیرهای مختلفی از چگونگی وقوع این اتفاق وجود داره، اما نکته اینه که این یکی از نشانه های مهمه و خبر خوب برای مؤمنین اینه که به اذن خدا اونا از این خطر در امان خواهند بود. یعجوج و معجوج، قوم یعجوج و معجوج صدمات بزرگی به بشریت وارد می‌کنند.